آقا یه ویدیو آوردم براتون، اینو ببین کنار توالت ببینید، یعنی کنار توالت بس بشینید، چون بعد دیدن این ویدیو 100% سال میشه. سلام. عجله که ندارین؟ آخر شب والا میخوایم تعطیل کنیم، اگه در حد خرید جزئیه در خدمت. منم زیاد وقتتون رو نمیگیرم. بفرمایید در خدمت. یه دونه از اون شامپو نرم کننده ها بدیم با یه دونه بادی. بله خدمتتون. چیز دیگه نیاز نداری؟ نه ممنون. بله این شامپو از این خارجی هست. شد 1.50 واسه شما 1 تومن. ناقابل من عمل. میتونم یه جور دیگه حساب کنم. شماره کارت رو روی شیشه مغازه نوشتیم، اگه نقدم میخواین پرداخت کنید مشکلی نداره. فرید کابلو نگیر، فرید تو خوب میدونی چی میگه فرید، انقدر نقش خوبا رو بازی نکن. نه یه جور دیگه حساب کنم باهاتون. ببین اگه خریدار نیستی وقت منو نگیر، میخوام کرکره مغازه رو بدم برم. همین دیگه، کرکره رو بدیم پایین، من یه جور دیگه باهاتون حساب میکنم. چند سالته؟ بابا چند سالته دیگه چیه؟ خب الان واسه این میگه چند سال، 50 سالشه. خب ادامهش. 19. چرا این کارو میکنی؟ واقعا چرا این کارو میکنه آخه بابا؟ یکی نیست بگه آخه گاییدمت، فیلم نامه نویس گاییدمت. چرا یه نفر باید بیاد به خاطر ماسک مو چه میدونم شامپوی خارجی بده؟ مجبورم، از شهرستان اومدم، خانواده پولداری نیستن. بچه‌ها یاد گرفتید هر کی از شهرستان یاد میده، خانواده‌ش هم پول نباشه میره سرام مو میگیره کس میده. بابا کی